سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگوید وضعیت سکتور صحی در تناسب با دو موج دیگر کرونا بهتر شده است و افزوده است اعتماد مردم بالای دکتران و نظام صحی افزایش یافته است و این سکتور حمایت ریاست جمهوری را با خود دارد. حکومت چین 15 نوع وسایل طبی را با افغانستان کمک کرده. احمد جاوید قائم سفیر افغانستان در بیجینگ میگوید ونتیلاتورها، مانیتورها، ماشین‌های قلبی و وسایل دیگر شامل این کمک‌ها میباشد که دیروز به کابل رسیدند. امام حرمین شریف میگوید برای دوام جنگ افغانستان هیچ دلیل شرعی وجود ندارد و دیروز در خطبه نماز جمعه برای تحکیم صلح در افغانستان دعا کرد. کریس الکساندر سفیر پیشین کانادا در کابل میگوید تا زمان در افغانستان صلح برقرار نمی‌شود تا پاکستان از جنگ نیابتی دست برندارد و از جهانیان خواسته تا جلو افعال تروریستی پاکستان را بگیرند. و شورای امنیت ملل متحد از افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این نهاد حمله بر کارکنان یک مؤسسه ماینپاکی در بامیان را نیز تقبیح کرده است.